بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام ارادت خدمت تمام بینندگان و متعلمین محترم. امیدوار هستیم که صحتمند باشین. در ادامه بحث‌های بیولوژی صنف 12 در خدمت شما هستیم. اگر یادتان باشه ما فصل 5 را آغاز کردیم، یک جلسه گذشت. بنابراین این جلسه دوم فصل 5 می باشه و همونطور که مطلع هستین بحث ما حول سیستم اطراحیه بدن انسان است. ما در جلسه گذشته اعضایی که در درون سیستم اطراحیه بود شناختیم. یک قسمتش گرده است که قسمت مهم سیستم اطراحیه است. در این جلسه بنا داریم وظایف گرده را بشناسیم. نفرون به عنوان واحد کوچک و سازنده گرده می باشه، لذا وظیفه از او را باید بشناسیم که تصفیه خون و بحث تنظیم یا تعادل بدن هست و در پایان هم طبق معمول حل می کنیم سوالای کنکور را و مرور می کنیم درسمان را. با ما همراه باشید. خب در بحث سیستم اطراحیه گرده یک قسمتی است که بدون استثنا باید دربارش بحث شود. این تصویری که شما در اسلاید میبینین این همون تصویری است که مربوط به گرده هست. در جلسه گذشته ما مفصل دربارش صحبت کردیم، اما یک مقدار صحبت کنیم تا ببینیم که ارتباط برقرار شود بین این جلسه و جلسه گذشته. در اون جلسه یادتون باشه ما قسمت‌های مختلف گرده را شناختیم که در این تصویر خیلی واضح به شما نشان میده. قسمت قشر یا قسمت کورتکس را میتونید ببینید و قسمت میودلا را که در قسمت وسط هست و محل قرار گرفتن قسمتی از نفرون هست. این نفرون هایی که در گرده وجود دارد در نهایت مواد اضافه خون را میگیرند و با همراه مقدار زیادی آب ترشح میکنند به قسمت لگنچه. در لگنچه مواد هدایت میشه به سمت حالب و در نهایت به مثانه و بعد از اون به قسمت خارج بدن هدایت میشه. اما ببینیم وظایفی که گرده به صورت تخصصی انجام میده و میتواند در ادامه ای انجام وظایف حالت پایدار بدن ایجاد شود چیست؟ ما شاهد هستیم که اولین وظیفه‌ای که برای گرده در نظر میگیریم اطراح مواد زهری و بیکاره است. همونطور که قبلا هم صحبت کردیم در درون بدن انسان میبینیم که فعالیت‌های متابولیزمی اتفاق میفته. در نتیجه فعالیت‌های متابولیزمی مواد بیکاره‌ای تولید میشه. اینها باید توسط سیستم اطراحیه دفع شود. یکی از این موادی که باید از بدن دفع شود یوریاست، یوریک اسید و نمک‌ها و همچنین ادویجاتی که وارد بدن میشه. اینها موادی هست که باید از گرده ها به بیرون بدن دفع شود. پس ما میبینیم که اولین وظیفه اطراح مواد زهری و بیکار است. خب بعضی مواقع میبینیم بر اثر یک عارضه مثلا مرض شکر در نظر بگیرین مقدار قند موجود در درون خون افزایش پیدا میکنه و این افزایش قند خون به دنبالش ما عوارض را داریم. بدن باید این ماده را از بدن خارج کنه. خب وقتی که خون وارد گرده ها میشه قندهای اضافه هم از خون گرفته میشه و برای اطراح و دفع از بدن به قسمت های بعدی سیستم اطراحی بدن وارد میشه. پس ما میبینیم که اطراح قندهای اضافه در صورتی که غلظت قند در درون خون زیاد باشه هم جزوی از وظایف گرده ها محسوب میشه. در وظیفه سوم ما ثابت نگه داشتن فشار اسموتیک مایعات بدن هستیم. در درون بدن ما بر اساسی که چه املاحی، چه نمک‌هایی و چه موادی وجود داشته باشه میتواند جریان آب متفاوت باشه در پدیده اسموز.
وقتی که در درون خون افزایش غلظت داشته باشیم، این باعث میشه که ما فشار اسموتیک درون خون افزایش پیدا بشه و بدن برای که بتونه بازم به حالت پایدار خودش برسانه میتونه این مواد را دفع کنه و در نهایت باعث حالت پایدار خودش شود. خب در این حالت ما می‌بینیم که آب در درون بدن خیلی زیاد هست. خب کم شدن فشار اسموتیک هم داریم و اطراح آب توسط گرده اتفاق میفته، دوباره فشار اسموتیک به حالت عادی خودش برمیگرده. در جایی که باز غلظت زیاد باشه ما خلاف ایر داریم. مثلا در حالت قند که اگر در گزینه 2 برای شما گفتیم، در اونجا قند در درون خون زیاد است، فشار اسموتیک زیادتر هست، باید به حالت پایدار برسه. وقتی که به گرده مثل قند اضافه دفع میشه. اگر توجه نکنین در اینجا ما در هر دو حالت گرده و فشار اسموتیک خون را با دفع مواد زائد چیکار کرد؟ تثبیت کرد. یک موقع آب زیاد آب دفع کرد، یک موقع مواد مثل قند زیاد بود او را دفع کرد. در هر دو حالت ما شاهد هستیم که فشار اسموتیک درون خون ثابت میمانه. خب یکی از وظایف گرده هست که دائما هم در حال انجام هست. خب وظیفه چهارم که برای گرده در نظر میگیریم کنترل غلظت نمک خون هست. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که وقتی ما میبینیم در درون خون نمک افزایش پیدا کنه، چه عارضه‌ای پیدا میشه؟ افزایش نمک یعنی که افزایش فشار اسموتیک درون خون و نتیجتاً وقتی که این خون به قسمت گرده ها میرسه، این نمک از بدن و از درون خون اطراح میشه و دوباره با او حالت فشار ثابت اسموتیک میرسیم. اگه توجه کنین اینجا کنترل نمک باعث شد که بتوانه بازم به حالت اسموز و حالت پایدار خودش برسه. خب توجه کنین به وظیفه پنجمی که مربوط به گرده ها است. گرده ها با دفع مواد میتوانه پهاش خون را هم کنترل بکنه. به چه ترتیب؟ در بحث متابولیسم ما شاهد هستیم که تعداد زیادی تیزاب تولید میکنه. تولید تیزاب یعنی که این مواد وارد خون شود و پهاش خون را باید دچار تغییر بسازه. خب چه اتفاق میفته؟ همین تیزاب ها وقتی که به گرده میرسه میتوانه توسط گرده اطراح شود و نتیجه تمام اینها میبینیم که وظیفه ثابت نگه داشتن و کنترل محیط داخلی بدن یا همو هموستاسیس هست که ما در قسمت های قبلی با هم دیگه صحبت کردیم. پس نتیجه این شد که ما در 5 وظیفه‌ای که برای گرده در نظر گرفتیم همه اینها کمک میکنه که حالت پایدار بدن که هموستاسیس هست حفظ شود و بدن بدون هیچ عارضه‌ای بتوانه عملیه‌های بیولوژیکی خودش انجام بده. اما وظایف نفرون را توجه کنین. اگر در جلسه گذشته یادتان باشه ما گفتیم که اگر کلیه ها و اصطلاحاً گرده ها را به جزء کوچکش بخوای تقسیم کنیم، آن قسمتی که میتواند نقش ساختمانی داشته باشه و وظیفه هم به عهده بگیرن نفرون ها است. به عبارت نفرون واحدهای ساختمانی و وظیفوی گرده است. اگر قرار باشه تصفیه اتفاق بیفته، تعادل اتفاق بیفته، بحث حفظ حالت پایدار بدن اتفاق بیفته، اینها همه ماحصل صحیح کار کردن نفرون ها هست. پس ما باید توجه داشته باشیم که اگر عمل کرده گرده رو بخوایم دقیق بشناسیم باید نفرون را با دقت بیشتری و با جزئیات بیشتری آشنا بشیم. در بحث نفرون اجزایش صحبت کردیم. با توجه به همون اجزا وظایفش میتونه به این ترتیب تعریف شود. اگر یادتون باشه ما در بحث نفرون در قسمت کپسول بامن در نظر گرفتیم که در اونجا خون وارد میشد و مواد اضافهش وارد نفرون میشد. پس میتوانست نقش نفرون تصفیه خون باشه. در تصفیه خون ما میبینیم که مواد اضافه و بیکاره وارد نفرون میشه. با وارد شدن مواد به او قسمت میتونه انواع متفاوت از مواد باشه، میتونه آب باشه، میتونه تیزاب ها باشه، میتونه نمک، قند و امثال اینا باشه
با تمام توصیفی که گفتیم در نهایت نفرون کمک میکنه به تنظیم یا تعادل بدن که باز همون حالت پایدار بدن هست. توجه داشته باشین در این تصویر ما وقتی که صحبت تصفیه خون در نفرون مطرح میکنیم میبینیم که الان این یک واحد سازنده گرده هست که اصطلاحاً نفرون دوش گفته میشه. قسمت کپسول بومن در این قسمت هست که در این تصویر اینجا ما به صورت کلان شده میتوانیم ببینیم. در این تصویر اگه توجه کنین خون از یک قسمت وارد میشه، وارد مویرگ های اصطلاحاً گلومرول میشه. در اینجا انقدر مویرگ ها دیوارش نازک هست که بتوانه مواد جابجا بشه. وقتی که خون وارد کپسول بومن شد در رگ ها میبینیم مواد اضافه و بیکاره مثل آب، مثل مواد نیتروژن دار، مثل گلوکوز، نمک و منرال های دیگه، اینها که خرد هستند از دیواره مویرگ عبور میکنن، وارد کپسول بومن میشن، اما موادی مثل حجرات سرخ خون و مواد دیگه که درشتر و کلانتر هست اونا نمیتونه ورود پیدا بکنه و به این ترتیب ما میبینیم که تصفیه مواد اتفاق میفته. قاعدتا ما در درون ادرار نباید خون ببینیم. چرا؟ چون حجرات سرخ خون درشت است، کلان است و نمیتونه از دیواره مویرگ گلومرول عبور کنه. پس به ترتیب توجه داشته باشین وجود خون در درون ادرار میتونه یک زنگ خطری برای فرد باشه. خیلی خوب، ما در عملیه فیلتریشن میبینیم که مواد وارد پس کپسول بومن شد و در اونجا مواد اضافهش گرفته میشه و بعد از کپسول بومن وارد تویوب های جمع کننده میشه. در اونجا هم ما بحث بازجذب را داریم، بعضی از مواد دوباره به خون برمیگرده و نهایتا پایان تویوب های مارپیچی جمع کننده به یک کانال که در این شکل میبینید به یک کانال جمع کننده میرسه. نفرون ها همه موادی را که جذب کرده در اونجا میریزن و این میشه ادراری که از بدن دفع میشه. خب اگر توجه کنین واحدهایی که در اون تصفیه اتفاق میفته چی هست؟ نورون هست. نورون میتونه با قابلیتی که داره خون را تصفیه بکنه. پس به این ترتیب توجه داشته باشین که ما وظیفه اول نفرون ها که تصفیه خون بود صحبت کردیم. البته بازم تذکر میدیم که عملیه تصفیه خون خیلی پیچیده تر از این بحثی است که ما مطرح کردیم. یک شکل کلی از بحث تصفیه خون را ما سعی کردیم که ایجاد بکنیم و نکته پایانی که در اینجا نیاز است تذکر داده شود در قسمت‌های مختلف برای اینکه بتوانه مواد جابجا شود نیاز به انرژی است و این انرژی صرف انتقال فعال میشه که در اسلاید بعدی من بیشتر درباره‌اش صحبت میکنم. خب دقت کنین همون تصویر با بحث وظیفه فیلتریشن یک توضیح بیشتر بدم به شما. در کپسول بومن ما تصفیه یا فیلتریشن نداریم، مواد وارد نفرون میشه. این مواد میتونه آب باشه، مواد نیتروژن دار، گلوکوز، نمک و منرال های مختلف باشه. در تویوب های مارپیچی هم میبینیم که مویرگ هایی که وارد اصطلاحاً گرده شده دوباره اطراف تویوب های مارپیچی جمع کننده رو میگیره. منظور این قسمت های سرخابی است که در اینجا در این تصویر میتونین ببینین. این موادی که این رگ هایی که در اینجا آمده وظیفهش این است که دوباره مواد از درون اصطلاحاً این تویوب ها بازجذب کنه، دوباره به خون برگردانه. توجه داشته باشین که برای این بازجذب چون خلاف غلظت است ما میبینیم که مقدار زیادی انرژی مصرف میشه و اصطلاحاً انتقالش از نوع انتقال فعال با مصرف ATP است. آب هم طبق پدیده آسموز میتونه به راحتی بازجذب بشه. خب این در نهایت میبینیم که با این فعالیت ها ماده‌ای به نام ادرار ایجاد و در نهایت در مثانه جمع و به موقع خودش دفع خواهد شد. خب این بحث بازجذب و بحث تصفیه.
اما بحث بعدی که در نظر گرفتیم بحث ترکیب ادرار هست. خب همین صحبت هایی که در اسلایدهای قبلی داشتیم در همین تصویر هم شما میتونید ببینید در کپسول بومن در لوله های مختلف میتوانیم ببینید که مواد در حال جابجا شدن است. این رنگ سرخی که میبینید رنگ خونی هست، این زرد نفرون هست. اگه توجه کنید در قسمت تویوب های مارپیچی شما باز هم میبینید که تبادل مواد در حال اتفاق افتادن است. حتی بازجذب آب را اگه توجه داشته باشین در کانال های انتقال دهنده هم در حال بازجذب است. خب توجه داشته باشین. پس در سر تا سر لوله های مارپیچی ما تبادل مواد دو سویه داریم. یک تعداد مواد وارد خون میشه، یک تعداد مواد دوباره وارد خدمت شما عرض کنم که نفرون میشه، اما قاعدتا میزان بازجذب فوق العاده بیشتر هست. اما ادرار مواد نایتروژن دار داره که این مواد نایتروژن دار همون یورا هست، یوریک اسید و مرکبات مربوط به آمونیوم و میتونه مقدار زیادی آب همراهش دفع بشه. چرا؟ چون این مواد نایتروژن دار زهری هستند و میتونه به نفرون ها آسیب برسانه. نیاز است که رقیق شوه و میتونه منرال های اضافه هم در درون ادرار قرار بگیره و با این ترکیب از بدن دفع شوه. آخرین بحثی که در این قسمت با هم دیگه بحث و گفتگو میکنیم وظیفه دوم نفرون ها بود. وظیفه اولش تصفیه بود که دیدیم در کپسول ها جذب و در قسمت تویوب های مارپیچی باز جذب داشتیم. ماحصل اینها میشد تصفیه خون. اما وظیفه دوم تنظیم یا تعادل بدن هست. نفرون ها میتوانه ثابت نگه داره میزان آب و مواد حل شده در خون را. این باعث میشه که ما واژه‌ای به نام تنظیم آسموسیس یا اسموز ریگولیشن را داشته باشیم. در نتیجه چنین پدیده ما میبینیم که مایعات درون بدن و مواد درونش به حالت تعادل و تنظیم ثابتی میرسه. توجه کنین هرگاه مقدار آب در بدن کم شود چه اتفاق میفته؟ جذب آب از کپسول بومن هم شروع میشه. یعنی در کپسول بومن قاعده این بود که از رگها وارد کپسول بومن بشه، اما چون بدن میخواد به حالت تعادل برسه، الان بدن دچار کمبود آب شده، باید آبش افزوده بشه، جریان جذب برعکس میشه، یعنی از نفرون ها وارد رگ میشه و به ترتیب ما میبینیم که آب خون افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که میزان آب در درون خون ثابت بمانه. اگر توجه دیدین این پروسه‌ای بود که در نهایت میبینیم مایعات درون بدن که همون خون یکی از اینا باشه به حالت تعادل خودش میرسه. اگر مقدار آب بیشتر نیاز باشه باز هم میبینیم که مقدار آب خون توسط هورمون ضد ادرار باز کنترل میشه که این قسمت هورمونی هم میاد دخالت میکنه. و چطور دخالت میکنه؟ دوباره همون بازجذب آب را در درون نفرون ها افزایش میده. توجه کنین که هورمون ضد ادرار هم کمک میکنه که نفرون بازجذب را افزایش بده. خب در هر دو حالت که توجه کنین باز هم میبینیم جریان آب از قسمت نفرون به درون رگ هست و لحظه به لحظه آب درون رگ افزایش پیدا میکنه و آب درون خون به حالت تعادل خودش میرسه. خب اما سوال هست که این هورمون ADH یا هورمون ضد ادرار چگونه عمل میکنه؟ دقت کنین. کم شدن آب خون یکی از عارضه‌هایی است که در درون بدن اتفاق میفته، اما این کم شدن آب خون میتونه در نهایت باعث تحریک قسمت‌های عصبی شود. تحریک قسمت‌های عصبی به این معنا که ما هورمون خاصی را باید ببینیم آزاد شود. این هورمون ADH هست که از هیپوفیز خلفی آزاد میشه. ADH یک هورمون ضد ادراری است و چیکار میکنه؟ با جذب آب از کپسول بومن را افزایش میده. گفتیم که جریان عادی این است که آب از درون رگ وارد نفرون بشه، اما چون بدن دچار کاهش آب شده جریان برعکس میشه، از درون نفرون به درون رگ خونی
آب بازجذب میشه و به ترتیب می‌بینیم که کاهش ادرار را داریم، اما در درون بدن آب افزایش پیدا کرده. خوبی اگه بخوایم اسمش بذاریم چیزی غیر از تنظیم مایعات بدن نمیتونیم اسمش بذاریم. خب اگر ما ازدیاد آب خون داشته باشیم، در درون خون مقدار زیادی آب وجود داره که باید دفع بشه. شاهد هستیم که هورمون‌های ADH ترشحش کم میشه. وقتی کم بشه باز میبینیم باز جذب آب کم میشه، یعنی باز مقدار آبی که از رگ خونی وارد نفرون میشه بیشتر میشه، حجم ادرار افزایش پیدا میکنه و آب اضافه درون خون هم دفع میشه. خب اگه توجه کنید این هم هورمون ضد ادرار است که نحوه کارش میبینین. در هر دو حالت توجه داشته باشین که ثابت نگه داشتن فشار اسموتیک پلازما محقق میشه و این کاری است که نفرون انجام میده. پس نفرون وظیفه دومی که داره بحث تنظیم یا تعادل بدن هست. خب بحث ما نسبت به نفرون همین الان تمام میشه و برای که بتوانیم بحث را مرور کنیم و بتوانیم یک بار دیگه هم بحث تثبیتش داشته باشیم، حل میکنیم سوالای کنکورای سال گذشته را. توجه کنین سوالا را. در قسمت سر نفرون ساختمان پیاله مانند است که به یکی از نامهای ذیل یاد می شود. خب اگر یادتان باشه در قسمت سر نفرون ما یک حالت پیاله مانند داشتیم که در درونش رگهای خونی وارد می شد و تبادل مواد و جذب مواد توسط نفرون اتفاق می افتاد. این قسمت اصطلاحاً بهش کپسول بومن می گفتیم. کپسول بومن را ما میتونیم در گزینه 3 ببینیم. پس گزینه 3 گزینه صحیح هست و جواب این سوال می باشه. بله. نفرون ها واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای یکی از سیستم های ذیل می باشد. خب که خیلی آسان بود. نفرون ها مربوط به گرده بود، گرده هم مربوط به سیستم های اطراحیه و گزینه 2 جواب این قسمت هست. بله. به پایان بحث امروز رسیدیم و امیدوار هستیم که این جلسه برای شما مفید واقع شده باشه. یک مقداری باز هم مطالعه بکنین ایره تا مطلب برایتان کامل تثبیت شود. در پایان شما را به خداوند منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.